اگر یه نفر داره به صدمه میزنه با عشق جوابشو بده، احتیاج اون فرد بفهمه تو انسان آسیب پذیری نیستی و اون حرکتی که داره روی تو میزنه اندازه نیش پشه هم تاثیر نداره روی تو. اینجا دو اتفاق میفته، اول اینکه حرکتی که زده تو صورت خودش برمیگرده و حالش گرفته میشه، دوم اینکه با عشق دادن تو یک تیکه از عشقشو میکنی برمیداری واسه خودت، یعنی یک انرژی دو برابر با یک تیر دو نشان زدن این حرکت و سیاست. باید بدونید کسی که بی هدف مشت میزند انسان ناشیه، اما کسی که حیله‌گرانه و با مهارت شروع به مشت زنی میکنه اونه که لذت میبره از بازی و میبره. پس حتی خونم شکسته، حتی در جواب دادن به دیگران هم زیرک باشید. اگر به دنبال عرفان هستید به دنبال توسری خوردن نباشید، به دنبال زیرک بودن باشید، زیرا که عرفا زیرک هستن نه یک مشت زن رادان. اینو باید در نظر داشته باشید.